صدها مدیر مکتب در جنوب تاجیکستان منتظر نتیجه های امتحانی مطابقت به وظیفه رهبری یا اتستاتسیای وزارت معارف و علم هستند و نتیجه های این سنجش نشان می دهد که کدام از آنها می توانند در مقامشان بمانند و کدام نه. به قول مسئولین سنجش مدیران در منطقه قرغانتپه انجام یافته در شهر و نواحی کولاب جریان دارد. هدف از این اقدام به مقام مدیران مکتب تعیین کردن راهبران شایسته بوده است. سنگلی براتوف، یک مسئول مکتب در وادی وخش که در اول ماه سپتامبر به کار آغاز کرده است، میگوید از نتیجه های این سنجش یک اندازه نگران است، چون که یک سال هم نشده است که در این وظیفه کار میکند. او میگوید که اگرچه معلومات عالی دارد ولی به همه سوالهای اعضای کمیسیای اتستاسیونی جواب دادن نتوانسته است. با گفته این مدیر مکتب، معاش ماه سپتامبر را همچون مدیر مکتب به دست گرفته و این مبلغ بیشتر از معاش آموزگاری مقرری است. به این دلیل وی زیاد میخواهد که در وظیفه‌اش بماند و زندگی خوبی داشته باشد. سفر محمد علی مردانوف، یک مسئول اداره معارف و علم ولایت ختلان و همزمان عضو کمیسیای اتستاسیونی در ولایت ختلان میگوید هدف این سنجش برکنار کردن مدیران بوده است که دانش خوب ندارند و تصادفی به رهبری مکتب تعیین شدند. با شهر و نوعی ها همین خیال بود که کسان غیر ساس پداگوژی، کسان عموما از ساحه دور بوده همچون دیرکتور مکتب فعالیت کرده شدند. سفر محمد علی مردانوف گفت که ضمن صحبت با مدیران مکتب معلوم می شود که بعضی از مدیران دانشی کافی ندارند و یا از تجربه کمی راهبری برخوردارند. سابقه کاریشون به همون چیز موافقت نمی‌کند و خواه نخواه نتیجه هم خیلی میشد که باید اون دیرکتور مکتب اداره معارف ولایت ختلان میگوید که طبق نظامنامه اتستاتسیا باید مدیران مکتب ها سابقه کاری 7 ساله آموزگاری داشته و همچنین از دانش‌های سیاسی و حقوقی آگاه باشند. یک مسئول حکومت ناحیه شهر توس گفت مکتب هایی که شماره بیشتری خوانندگانشان توانستند به مکتب های عالی داخل شده در مسابقه ها نشانه های افتخاری به دست آوردند و اینابت گرفته شدند. نورالله مرتعف، مدیر مکتب رقمی که ناحیه شهر توس که 50 سال دارد، میگوید که باور دارد که سابقه کاری بیش از 30 سالش را به اینابت میگیرند و حتما وی کارش را ادامه میدهد. مقامات معارف میگویند که سنجش مدیران مکتب با هدف در این مقام های مهم نشاندن افرادی با تجربه و آگاه راه اندازی شده است تا توانند کار تجربه و تعلیم و هم پیاده کردن مقررات معارف را درست به راه مانند. سالهای اخیر حکومت با قبول برخی قانونهای نو مثل قانون تنظیم رسم و آیین و قانون مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند در جریان تعلیم و تربیت تغییرات و محدودیت جاری کرد، در حالی که برخی مقررات و طلبات نو بحث برانگیز ارزیابی می شود. برای اجرا نکردن بندهای آنها هم مسئولان مکتبها و هم والدان مجازات می شوند. ولی از نظر تحلیلگران بی‌طرف، ساحه معارف تاجیکستان نه تنها به مدیریت بهتر و یا تحریم‌های ایدئولوژی بلکه به صفت بلند شدن نظام تعلیم و از خودکنی دانش